رو به دست گرفتم. یک دقیقه دیگر تا صدای هوشک داور باقی مانده است و اگر ثانیه های بشمار و همین طور صدای هوشک داور از انجام بازی حل طلبی دور 24 لیگ عالی فوتبال کشور درک می‌دهد و از زمان تأسیس یابی کلوب فوتبال روشن شهری کلوب و از زمان صاحب استقلال کشور بار اول دسته روشن شهری کلوب صاحب مدال های برنجی چمپیوناتی لیگ عالی فوتبال کشور می‌گردند و تنتنه استقبال شادی و نشاط مخلصان و هواداران و دوستداران فوتبال دسته روشن شهری کلوب رو حد و کمال نیست در ورزشگاه و مخلصان واقعا انتظار همین لحظه پیروزی دسته خیش بودند. دسته استقلال شهری دوشنبه خاطر رسان میکنیم که از 24 بازی 53 امتیاز را به دست آورد و مدال برنجی چمپیونات 21 لیگ عالی فوتبال مملکت را صاحب گردید و ما غلبه دسته روشن را در موسم این ساله فوتبال کشور و مدال های طلای چمپیونات 21 لیگ عالی فوتبال مملکت را به این دسته غالب موسم این ساله تبریک میگویم و خاطر رسان میکنیم که با جز اشتراک مسابقه بین المللی جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا دسته های روشن شهری کلوب و برنده جام جمهوری تاجیکستان ریگر تدز شهر ترسونزاده حقوق اشتراک در مسابقه بین المللی جام افریقا را پیدا کردند که این هم دستاورد ارزنده و شایسته برای این دو دسته بهترین لیگ عالی فوتبال مملکت به حساب می رود. بله امروز اقبالی در حقیقت فوتبال بازانی دسته روشن شهری کلوب خندید و این بود که آنها بعد زحمت‌های طولانی که از زمان‌های شوروی در چمپیونات سراسری کشور بازی می‌کردند باری نخست به این عنوان عالی چمپیونی سراسری کشور نایل گردیدند و این تنتنه بازیگران در حضور آن مخلصانی که تقریبا شاید در همه بازی‌های آنها تشریف آوردند و توسط کفکوبی از این بازیگران دستگیری کردند. افسوس کن لگیونرهایی که در حیات دسته روشن بازی میکنند پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان رو برداشته ایستادند و این هم افتخار است که آنها امروز در جمهوری تاجیکستان هنر خود را نشان میدهند و افتخار از میهن و وطن عزیز ما میکنند که چنین فضای آباد و آزاد و شرایط مساعد امکانیت‌های خوب و سطح بلند برگزاری چمپیونات است که لگیونرها از کشور گانا در حیات دسته روشن و خیر شهر وحدت ریگر تدز استقلال هنرنمایی میکنند و امروز پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان در دست غالبان چمپیونات 21 لیگ عالی فوتبال کشور علل خصوص آن لگیونرهایی که حالا در میدان شادی و خرسندی دارند. بله ما تقریبا در بسیاری گزارش ها ما قید میکردیم که در حالت دعوت مربیان خارجی لیگانیرها از دیگر دسته ها حتمی در فوتبال کشور و عموما در ورزش مملکت تغییرات جدی به عمل میآیند و این است که امروز در بازی امروزی دسته روشن و همچنین استقلال شهر دوشنبه یعنی اشتراکی چنین لیگیونرها مربیان بازیگران سواندازه به رشد و پیشرفت فوتبال کشورمان تأثیری مثبت رسانده است و این است که امروز در شهر و ناحیه‌ها نیز در شهر و ناحیه‌های کشور نیز فوتبال چون شهر دوشنبه پیشرفت کرده است و امید داریم که امروز با دست آوردن مدال‌های طلا و دسته روشن شهری کلوب باعثی باز هم عمومی و پیشرفتی فوتبال در این قسمت کشور می‌گردد و امیدی پیروزی‌های دسته منتخب کشور عزیزمان تاجیکستان را در عرصه بین المللی می‌کنیم. چون که من پیشتر عرض کردم تقریبا 6 ماه پیشتر برنامه مخصوص فوتبال با پیشنهاد فدراسیون فوتبال مملکت
ва кумитаи ҷавонон варзиш ва соҳаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод гардид ки аз тарафи ҳукумат қабул шуд ва умед дорем ки наврасону ҷавонон оянда ки имрӯз ба футбол шуғл меварзанд шарафи кишвара азизамонро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардошта тавассути ҳунарнамоии худ парчами кишвари азизамон тоҷикистонро боз ҳам баланд мебардоранд. дар ҳамин ҷо мо гузоришамонро анҷом медиҳем ва ин лаҳза ҳоло парчами